دکترین دریایی پنتاگون بر یک پایه بنا شده. افسانه نفوذناپذیری سامانه ایجیس. آنها معتقدند رادارهای اسپای 6 و موشکهای استاندارد 3 یک گنبد آهنین روی آب ساختند. اما در جنگ مدرن فیزیک با کسی تعارف ندارد. پدافند آمریکا بر اساس رهگیری پیشبینانه کار می‌کند، یعنی محاسبه قوس حرکت هدف. اما این فرمول در برابر نسل جدید موشک‌های هایپرسونیک ایران کارکرد ندارد. وقتی موشکی با سرعت 13 ماخ وارد فاز مانور می‌شود و مسیرش را در کسری از ثانیه تغییر می‌دهد، ابر کامپیوتر ناو دچار فلج محاسباتی می‌شود. علاوه بر اینکه غلاف پلاسما در این سرعت موشک را عملاً از دید رادار پنهان می‌کند. شما نمی‌توانید چیزی را هدف بگیرید که سیستمتان آن را نمی‌بیند. اما کابوس اصلی ریاضیات است. هر ناوشکن خشاب محدودی دارد. در سناریوی حمله اشباع، وقتی صدها پرتابه ارزان قیمت همزمان با موشک‌های سنگین شلیک شوند، سامانه کنترل آتش دچار سرریز پردازش می‌شود. حتی اگر 90% اهداف را بزنند، خشاب‌های 20 میلیون دلاری در برابر پهپادهای 20,000 دلاری خالی می‌شود و درست در لحظه خالی شدن لانچرها، ناو تبدیل به یک هدف بی‌دفاع 10 میلیارد دلاری می‌شود. اینجا زمان واکنش کمتر از 3 دقیقه است. در این معادله نامتقارن، ناوهای هواپیمابر دیگر شکارچی نیستند. آنها اهداف بزرگ و کندی هستند که داوطلبانه وارد منطقه کشتار شدند. این جنگی است که آمریکا قبل از شلیک اولین گلوله در ماشین حساب باخته است.